در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترست علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مناجات علی دیگر ز نخلستان نمی آید، صدای دلنشین شاعر سجان نمی آید. علی مولای من آقا جانم به جای صوت قرآن نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین بی نیازی دهد از کرم گدا را. سلام خدا بر امام علی و سلام خدا بر امام مهدی. سلام خدا به مهمونای خوب ماه خدا، اهالی ارجمند یاد خدا، پیروان و شیعیان و محبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. تسلیت عرض میکنم روز شهادت مولانا امیر المؤمنین رو محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه پیروان و شیعیان و دوستداران امیر المؤمنین. اینطور بگم به هر کسی که زیر این آسمان یک یا علی گفته، به هر کسی که پیگیر و پیجوی حقیقت هست، به هر کسی که آزادگی رو دوست داره، پس او مرید علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنم شهادت رو محضرتون، قبول باشه طاعات و عباداتتون. الحمدلله که امروز در روز قدر به ما آموختند
فردای هر شب قدری هم نامش روز قدر هست و امروز هم روز قدری است در عمر ما. الحمدلله که امروز رو دیدیم و خدا امسال ماه رمضان هم ما رو سر این سفره نشاند و شب قدر رو درک کردیم. انشالله از این 2-3 شب باقی مانده هم استفاده کنیم و با افتخار در خانه خدای متعال دست گداییمون رو دراز کنیم و وجاهت علی ابن ابی طالب رو وسیله قرار بدیم. امروز هم محضر سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی عزیز هستیم با افتخار. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض تسلیت دارم محضر امام زمان ارواحنا فدا و رهبر معظم انقلاب و تمام دلدادگان حضرت مولا الموحدین امام المتقین امام المخلصین حضرت مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و ثنا. امیدوارم که انشالله این لحظات رو و این ساعات رو ساعات تقرب هرچه بیشتر ما، تقرب اخلاقی ما، معنوی ما، عرفانی ما به آستان پاشکوه ولایت علوی، نوران علی نور ولایت و امامت علوی قرار بدن و انشالله ما رو در شمار محبانشون و شیعیانشون قبول بکنن انشالله. خیلی متشکریم از تشریف فرماییتون. تسلیت عرض میکنم محضر حضرت عالی هم این ایام رو. ما امروز حرفای زیادی دوست داریم بشنویم به قدر بضاعت زمانمون. البته هم روز قدر هست و هم روز شهادت حضرت علی علیه السلام هست. سلیقه شما همیشه خوش بوده و هست و ما با افتخار محضر شما این دست دلمون رو به دست شما میسپاریم. از اینجا آغاز بکنیم که حضرت رو امام المتقین مینامن. امام المتقین هدف گذاری ماه مبارک رمضان در آیه 183 سوره بقره لعلکم تتقون، این که ما به مقام تقوا و متقین برسیم. خطبه ای رو دارن امیرالمومنین، خطبه متقین، که توصیه بزرگان و اهل عرفان هست که 2 خطبه رو محور قرار بدید در نهج البلاغه. یکی خطبه قاصعه که در همکوبنده شیطانه و دست شیطان رو میکنه و یکی خطبه متقین که یکی خطبه در نهج البلاغه جدید، یکی خطبه 192، یکی خطبه 193 پشت سر همه، خطبه قاصعه و خطبه متقین. یه 2 بال پرواز در ساحت عرفان علوی و شهر حکمت و علم نبوی است که جناب ابن ابوالحدید معتزلی میگه که من خطبه قاصعه رو بیش از 1000 بار خوندم و هر دفعه بهره جدیدی از عرفان و معنویت و علم نافع گرفتم از این خطبه امیرالمومنین امام المتقین. ببینید یه جوری کامل و مکمل همدیگه است این 2 خطبه. یکی داره خار کننده شیطان، حقیر کننده شیطان، نفوذگاه های شیطان رو معرفی میکنه به ما. یکی هم خطبه متقین ویژگی های شاید 100 ویژگی برای متقین بیان میشه که ما باید بریم اونجا در محضر خطبه متقین امام المتقین بسنجیم که ما به چه حد از اهداف ماه مبارک رمضان که لعلکم تتقون متقی شدن رسیدیم. ویژگی های متقین اونجا بیان میشه، بالای 100 ویژگی بیان میشه. اونجا محک و عیار ماه رمضان ماست. بعد امام المتقین است برای اونهایی که اهل تقوان و حداقل از اراده و جدیتشون اینه که به مقام متقین برسن، امامت میکنه به معنای واقعی کلمه. دست ولایت او، امامت او، راهنمایی او به طور خاص الخاص و 100% در مقام ولایت اخص باز میشه. امام المتقین. یعنی اگر ما اهل تقوا نباشیم هرچی هم شعار بدیم امام ما امیرالمؤمنینه، تا مؤمن واقعی نباشیم که متقیان هستن، اهل تقوان، از مرادمون تقوا نباشه، یه مرتبه از این مدرسه محبت و ولایت علوی به خاطر بی تقوایی هامون یه مرتبه اخراج میشیم. ما حواسمون خیلی جمع باشه. بعد حالا ما از این زاویه وارد بشیم، چون که خطبه قاصعه هم در کنار خطبه متقین، این 2 خطبه در این ایامی که ایام متعلق به امیرالمؤمنین حواله شد، بگیم که چرا ما در مقابل شیطان اون قوت لازم رو نداریم. خب در ماه مبارک رمضان فرمودن تمام شیاطین در قل و زنجیر قرار میگیره، یکی از برکات ماه رمضانه.
اگر ما میبینیم هنوز وسوسه های شیطانی و نفسانی توی قلب ما کارگر بوده تو ماه رمضان تا این لحظه و ما باش درگیر بودیم، معلومه شیطان یک اثرگذاری های قوی رو توی وجود ما داشته که حتی اثرش در ماه رمضان هم دیده شده. چرا در ماه رمضان با تمام شدن ماه رمضان دوباره خیلی هایی که در ماه رمضان توفیقاتی داشتن، دور از معصیت، دور از گناه، توفیق عبادت زیاد بوده، اما اینهایی کم میشه تا ماه رمضان آینده. چون ما میبینیم که نفوذگاه های شیطان، بمباران شیطان، تیرباران شیطان توی وجود ما انقدر زیاد میشه. یک جواب داره و البته حتی از اینجا که آقا چرا مثلا قوت شیطانی توی وجود ما، نمادهای شیطانی، چشم و نظرهای شیطانی، سحر و طلسم شیطانی، اینا توی زندگی ها این همه داره تاخت و تاز میکنه. چرا حصار نداریم؟ چرا حفاظ نداریم؟ چرا سپر نداریم در مقابل گلوله باران شیاطین؟ اینجا جوابش یکیه، یک چیزه، برای اینکه ما هنوز خالص و مخلص نشدیم. امیرالمؤمنین، امام المتقین، امام المخلصینه، امام المخلصینه. شیطان یه تعبیری رو گفته روز اول وقتی که شمشیر رو کشید از رو علیه انسان، گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت و جلالت سوگند همشون رو اقوا میکنم، همشون رو با خودم به درکات جهنم میبرم مگر بندگان خالص شده تو، مخلص. یه تفاوتی بین مخلص و مخلص. میگیم آقا مخلصیم، مثلا تلاش میکنیم مخلص بشیم. مخلص در پرتو مراتب عالی تقوا که گفتیم طرف به جایی میرسه که میگه آقا این قلب من، عقل من، اندیشه من، فکر من، وجود من، نگاه من، گوش من، همه اعضا و جوارح ظاهر و باطن من فقط مهر فقط خدا، فقط برای خدا بخوره ولا غیر. به جایی میرسه که محبوب خدا میشه، خدا اینو به درجه اخلاص میرسونه. مخلص خالص شدگانن به دست خود خدا. رسیدن به مقام مخلصین مقام فقط، مقامیه که فقط خدا میتواند برساند ولا غیر. اینا رو میرسه الا عبادک منهم المخلصین، اینهایی که به درجه اخلاص رسیدن و خدا اینها رو به مقام مخلصین رسونده. و اینکه حالا ما با چه سازوکاری باید برسیم و چه معادلاتی داره، اینها رو باید در محضر امام المخلصین محضر قرآن کریم مشرف میشیم. یک سوره قدر بخوانیم، روز قدر هم هست، با افتخار خدمتتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. این سوره قدر رو هدیه میکنیم به روح منور حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با افتخار. امروز روز قدر هم هست دیگه حاج آقا، درسته؟ بله، فرمودن که در حقیقت روزی که متعلق به شب‌های قدره در جایگاه و شأنیت و منزلت همون شب قدره. و البته هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم، هر روز روز قدر میتونه باشه اگر قدر بدانیم. اگر با اون چیزی که شب‌های قدر به ما یاد میده، حرکت در سایه سار قرآن و اطرت، اون موقع هر لحظه عمرمون میشه شب قدر و ارزش بیشتر از 83 سال میشه دیگه. ببینید سوره قدر میفرماید که خیرون من الف شهر، برتر از 1000 ماه، بالای 83 سال میشه. شب تعیین سرنوشت، شب ظرفیت های بیکران، شب شگفتی ها، شیفتگی ها. خوشا به حال اونهایی که شبهای قدرشون و این لحظاتشون به معنای واقعی کلمه در آغوش قرآن و اطرت، دست در دست قرآن و امامت و مهدویت طی میشه. خیلی ممنون، خیلی متشکر. محضرتونیم با ادامه فرمایشتون. تنها راه رهایی ما و خلاصی ما از شر شیطان و نیروهای شیطانی اینه که ما در شمار عباد مخلص، الا عبادک منهم المخلصین،
اونجا هم دیگه تیرباران میکنه، اما دیگه اینها پر پروازشون انقدر بالاست که اون افق تیرباران شیطان به اونها اصلا نمیرسه. ما چاره ای نداریم برای خلاصی از وسوسه های شیطانی، از گرفتاری های نفسانی، از این حقارت های دنیا زدگی، برای حفاظت و حراست ویژه‌ای که در مقابل تمام نیروهای تخریبی و منفی شیطانی بخوایم پیدا بکنیم، حفاظت بشیم، حراست بشیم، اینکه یک دله بیاییم مخلص بشیم و مخلص بشیم. این در رو یک بار برای همیشه به نام خدا بزنیم، ببین فقط برای خدا و لا غیر. اگر ما مخلص بشیم، اینه که میفهمد الخلاص و فل اخلاص. امام علی علیه السلام، خلاص انسان، خلاصی انسان، رهایی او، نجات او به معنای واقعی کلمه در اخلاص، با خدا یک دله بشه. خب با خدا که یک دله بشه، بعد با اولیای خدا هم یک دله میشه، با امامان هم یک دله میشه، با امیرالمومنین هم یک دله میشه، با امام زمان هم یک دله، چون که صد آمد 90 هم پیشه، با خلق خدا هم یک دله میشه. القوة فی الاخلاص، تمام قوت شما در اخلاصه. داستانی رو امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند، خیلی جایگاه داره در اینجا. می‌فرماید یک عابدی بود در بنی اسرائیل، خیلی عبادت کرده بود، خیلی به مراتب بالایی رسیده. بهش خبر دادن که مردم رفتن درخت پرست شدن، یه درخت کهن و قدیمی رو پیدا کردن، میرن دورش طواف میکنن، سجده میکنن و نذورات برای این درخت میارن. سریع بلند شد، گفت که تبری تهیه کرد و گفت من به خدا قسم این درخت رو قطع میکنم. این درخت اومده نماد شرک شده، به جای خدا پرستی درخت پرستی. در راه که میرفت درخت رو قطع بکنه، شخص ابلیس در چهره یک پیرمرد سالخورده‌ای مقابلش اومد و صدا زد که کجا داری میری؟ گفت که شنیدم که مردم رفتن دارن درخت پرستی میکنن، خدا پرستی رو کنار گذاشتن، درخت پرستی دارن میکنن. سعی کرد رهزن راهش بشه، گفت به تو چه مربوطه؟ هر عصر و زمانی خدا پیامبری داره، نبی خدایی داره، او اولاست، پیامبر زمان اولاست به این که بیاد نمادهای شرک رو از بین ببره. تو چه کاری؟ گفت نه، من هم به نوبه خودم، من خالص و مخلص خدا هستم، باید برم این درخت نماد شرک، اینو قطع بکنم. گلاویز شدن، کار به جایی رسید، عاقبت تعریف نشد. گفت من اجازه نمیدم بری. گفت من هم تو رو از سر راه بر میدارم. گلاویز شدن و کشتی و چی و اینها. عابد قوت پیدا که القوة فی الاخلاص، چون با نیت خالصانه است. اینجا میگه نشست روی سینه ابلیس و ابلیس همونجا یه ترفندی زد، گفت ببین من یه پیشنهاد دارم برات، تو از این راهی که در پیش گرفتی دست بردار، رسالت رو واگذار کن به نبی زمان و پیامبر زمان. من هر روز 10 دینار میام زیر سجاده تو میذارم. تو در گذشته زندگی چون زاهد بودی، دور از دنیا بودی، ثروتی نداشتی، از راه صدقه و انفاق تقرب به خدا تا حالا زیاد نداشتی. این 10 سکه رو 10 دینار رو میذارم زیر سجاده تو، هر روز با صدقه و انفاق به خدا تقرب بجو، ثوابش از این که نماد شرک رو برداری بالاتره. این یه مقدار فکر کرد و گفت راست میگه، من هنوز با صدقه و انفاقشون پولی نداشتم. قبول کرد. برگشت. از فردا بعد از عبادتش و نمازش سجاده رو میزد بالا، میدید که 10 سکه گذاشته. 10 سکه اول رو برداشت، روز اول، روز دوم، روز سوم دید سکه ها نیست. گفت عجب نامردیه، وعده داده و تا آخر عمرم هر روز 10 سکه. بلند شد و تبر رو برداشت و گفت به خدا قسم که دیگه امروز این درخت رو قطع میکنم. رفت و ابلیس دوباره مجسم شد در مقابلش. گفت کجا میری؟ گفت میرم درخت رو قطع میکنم. گفت نمیتونی، من نمیذارم برم. گفت مثل اون روز دوباره میزنم زمین و گفت دیگه نمیتونی. با هم گلاویز شدن. این دفعه بلافاصله شیطان او رو زد زمین، روی سینه اون نشست. گفت فقط یه سوال دارم، چطور اون موقع من انقدر قوت داشتم، الان تو انقدر قوت داری؟ گفت اون موقع نیت تو خالص و مخلص فقط برای خدا بود، اما الان گوشه اون نیت‌های خداییت، اون 10 سکه‌ای که 2 روز اومده و روز سوم نیومده، اونم حضور داره. القوة فی الاخلاص. چرا ما اینقدر ضعیفیم در مقابل شیطان؟ چون یک بار برای همیشه این دل خالص 100% به نام خدا نزدیم. خدایی که خودش خلقش کرده، خودش آفریده، خود مهندسشه، خودش معمارشه. باید
این دل به خود خدا داده بشه. خدا کند که به آبروی امام المخلصین مولانا امیرالمؤمنین امام المتقین خداوند متعال یک راهی هم برای ما و همه دلدادگان امیرالمؤمنین در اقصا نقاط جهان به مقام مخلصین و مقام متقین دست در دست قرآن و اطرت که به ما یاد دادن، با این شیوه میتونیم برسیم و سرنوشت ما خدایی رقم بخوره انشاءالله. محضر حضرت مولانا امیرالمؤمنین عرض ارادتی میکنیم و عرض توسلی داریم. کاش امروز ما هم نجف بودیم و کاش شبهای قدر رو در کربلای معلا درک میکردیم که از اعمال مخصوص شبهای قدر زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مولا. شورشی دارم در دل شیدا، شورشی دارم در دل شیدا. رسیده دیگر آخر غمها، رسیده دیگر آخر غمها. میکنم امشب شکر خدا را، میکنم امشب شکر خدا را. چون که روم من به سوی زهرا. یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مولا. از اتصال شب قدر و ارتباطش با ذات مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودید. 2-3 دقیقه هم زمان داریم. به این 2 نکته رو در این زمان اندک، یکی این که سوره قدر سوره امام زمان، سوره مهدوی قرآنه و در روایات داره که برای کسانی که امام زمان و امام به عنوان امام حی و حاضر قبول ندارن با سوره قدر برشون استدلال بیارید. چرا؟ چون که میفرماید که تنزل الملائکه، ملائکه به استمرار نازل میشن. در زمان پیامبر بر قلب مطهر پیامبر نازل میشدن و امرات رو نازل میکردن و مقدرات رو. بعد از پیامبر هم هر سال در شب قدر اینها نازل میشن. پیامبر که از دنیا رفته بر کجا نازل میشن؟ پس باید یک قلبی در استمرار قلب پیامبر، هم سطح قلب پیامبر منور به همون نورانیت نبوی باشد در عالم وجود که بر اون قلب، و اون قلب چیزی نیست جز قلب امام معصوم زمان. پس ما تا قیام قیامت امام حی و حاضری داریم در هر عصری، در هر نسلی تا قیام قیامت که ملائک تمام مقدرات عالم رو بر قلب مطهر او نازل میکنن، کما اینکه در زمان پیامبر بر قلب پیامبر نازل میکرد. اثبات وجود امام حی و حاضره. و اما نکته مهم، یک نگرش کمتر دیده شده در افق در کاری که در شب قدر انجام میشه که قرآن رو به سر میگیریم. یک دستمون قرآنه، یک دستمون دست توسل به ساحت ائمه اطهاره. نگرش سیاسی به این عمل. میخواییم بگیم که به تمام عالم اعلام میکنیم که احدی حق تعیین سرنوشت برای یک مسلمان و برای امت اسلام رو نداره جز خدا، جز کتاب خدا و جز ولی خدا. و احدی نمیتونه برای ما تعیین سرنوشت بکنه. داریم دست ردیم. حاکمیت فقط برای خدا، برای کتاب خدا، برای ولی خدا، برای ولی خدا در عصر زمان ما برای امام زمان، در عصر غیبت برای اون رهبر الهی و امام حقی که به مسیر قرآن، اطرت، امامت و مهدویت داره راهنمون میکنه، ولا غیر. حاکمیت بخشی به امام حق، به امام حق جامعه، به زعیم الهی جامعه، به زعیم قرآنی و اهل بیتی جامعه. این قرآنی که دست میگیریم و میگیم که به علی بالحجت بالحجت بالحجه،
یعنی تمام عالم اعلام میکنیم شما حق حاکمیت برای ما ندارید، حق تعیین سرنوشت ندارید، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت برای کتاب خدا، ولی خدا، دست در دست نائب الامام و زعیم الهی و امام حق و رهبر الهی جامعه و لا غیر. خیلی ممنونم. دعامونم بفرمایید، روز قدر روز استجابت، چند تا دعا بفرمایید. ای گرفته تیر عشق از سینه ما را هدف، یا علی آرام جانم شد دلم تنگ نجف. خدا رو به حرمت امیرالمؤمنین، به عزت و عظمت و مظلومیت امیرالمؤمنین قسم میدهیم که در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرمایید. الهی آمین. ما رو در شمار بهترین یاران، یاوران، پاوریکابان و باریافتگان به مقام شهادت در رکاب امام زمان مقدر بفرمایید. ما رو از زمین سازان ظهورشون، از یاران ثابت قدم با بصیرت و با استقامت در راهشون انشاءالله قرار بده و به ما توفیق بصیرت و استقامت روزافزون در معیت و اطاعت و حمایت زعامت و امام حق جامعه انشاءالله به همه ما عنایت بفرمایید. الهی آمین. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یا امیرالمؤمنین، یا ذوالکرم، یا امام المتقین، یا ذا النعم، اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم. یا علی مدد، محتاج دعای خیرتون هستیم. التماس دعا. آقا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد